جیمز استیون دونالدسون که بیشتر با اسم مستر بیست میشناسیمش، یه یوتیوبر، تاجر و نیکوکار آمریکاییه که دل میلیون‌ها نفر رو توی دنیا به دست آورده. با داشتن بیش از 300 میلیون دنبال کننده توی کانال اصلی خودش، پرمخاطب ترین فرد یوتیوبه. داستان مستر بیست از شروعی ساده، محتوای خلاقانه و تعهد عجیبش به کمک به دیگران شروع میشه. بیایید ببینیم چطور این پسر بچه رویا پرداز به سانته یوتیوب تبدیل شد. مستر بیست تو 7 می 1998 در ویچیتا، کانزاس به دنیا آمد و دوران کودکیش رو توی گرینویل، کارولینای شمالی گذروند. توی خانواده معمولی بزرگ شد و از 13 سالگی شروع کرد به گذاشتن ویدیو توی یوتیوب با اسم مستر بیست 6000. اون موقع‌ها بیشتر ویدیوهاش مربوط به بازی‌های کامپیوتری مثل ماینکرافت، کال آف دیوتی بود و گاهی هم درباره ثروت یوتیوبرهای دیگه حرف می‌زد. محبوبیتش آروم آروم رشد می‌کرد تا اینکه تو 2017 با ویدیوی شمردن تا 100,000 یک بار ترکوند و ویدیوش توی چند روز هزاران بازدید گرفت. از همونجا بود که کارهای عجیب و غریبش شروع شد. از اون موقع به بعد مستر بیست محتوای خودش رو با چالش‌های دیوونه‌وار و ویدیوهای بخشش پول پیش برد. تو این ویدیوها آدم‌ها به شرکت در چالش‌ها جایزه‌های سنگین می‌بردن. حرکات جسورانه و ایده‌های خلاقانه‌اش به سرعت دل مردم دنیا رو برد و مستر بیست به بزرگترین نیکوکار یوتیوب معروف شد. تا سال 2018 بیش از $1 میلیون از طریق کارهای هیجان انگیز و عجیبش بخشید و تبدیل شد به نماد امید و الهام برای خیلی‌ها. با شهرتی که روز به روز بیشتر میشد، مستر بیست وارد جریان اصلی شد. تو سال 2021 قراردادهایی برای توزیع محتوای خودش با فیسبوک و اسنپ چت بست و دامنه خودش رو گسترش داد. یکی از لحظات به یاد موندنی کارش بازسازی بازی مرکب تو سال 2021 بود. این ویدیو که پر از خلاقیت بود، بیش از 325 میلیون بازدید گرفت و یکی از پربازدیدترین ویدیوهای یوتیوب تو اون سال شد و مستر بیست رو به یه ستاره جهانی تبدیل کرد. مستر بیست فراتر از یوتیوب هم فعال بود و وارد کسب و کارهای مختلف شد. اون مستر بیست برگر یه رستوران مجازی رو راه اندازی کرد و حق امتیازش رو به رستوران‌های مختلف تو آمریکا داد. همچنین فیتستیبلز رو با تولید شکلات‌های مستر بیست بارز راه انداخت که خیلی سریع محبوب شد و درآمد بالایی کسب کرد. اما قلب مستر بیست همچنان به نیکوکاری میتپید. اون با ایجاد تیم تریز بیش از 23 میلیون دلار برای بنیاد آربر دی جمع‌آوری کرد و با تیم سیز بیش از 30 میلیون دلار برای پاکسازی اقیانوس‌ها به دست آورد. حتی 100% درآمد کانال نیکوکاری خودش رو هم به خیریه‌ها میبخشه. از تبلیغات گرفته تا فروش کالاها، همه رو برای کارهای خیر کنار گذاشته. علاوه بر این، مستر بیست هزینه عمل جراحی آب مروارید 1000 نفر رو که توان مالی نداشتن پرداخت کرده. شهرت مستر بیست نتیجه سبک خاص و منحصر به فرد محتوای اونه که شامل چالش‌های بزرگ، حرکات نیکوکارانه و ویدیوهای خلاقانه است. با گذشت زمان محتوای کانالش متنوع‌تر شده، شامل مسابقات بازی‌های ویدیویی، هدایا و جوایز سنگین و حتی ویدیوهای واکنشی جذاب شد. تا سال 2022 تیم مستر بیست حدود 30 نفر بود که بیشترشون دوستای دوران کودکیش بودن و به اون کمک می‌کردن تا این برند رو پیش ببره. توی این مدت مستر بیست به یکی از چهره‌های برجسته دنیای اینترنت تبدیل شد و با یوتیوبرهای مشهوری مثل پیودیپای و مارک روبر همکاری کرد. جایزه‌های مختلفی هم برد، از جمله 3 بار برنده شدن جایزه Creator of the Year در استریمی اواردز و 2 بار بردن جایزه Favorite Male Creator توی نیکلودیان کیدز چویس اواردز. مجله تایم هم اسمش رو توی لیست 100 فرد تاثیرگذار دنیا گذاشت. یکی از ویدیوهایی که خیلی باعث جلب توجه مستر بیست شد، ویدیوی شمردن تا 100,000 تو سال 2017 بود. این ویدیو تقریبا یک روز کامل طول کشید و نشون داد که مستر بیست تا چه حد میتونه تو چالش‌های دیوونه‌وارش پیش بره و مرزهای یوتیوب رو به چالش بکشه. یکی دیگه از کارهای جالبش تو سال 2018 حمایت از پیودیپای تو رقابت با تی سیریز بود. او بیلبوردها و تبلیغات‌های زیادی خرید تا به پیودیپای کمک کنه دنبال کنندگان بیشتری جمع کنه. موفقیت این مستر بیست یوتیوب باعث شد کسب و کارها و فعالیت‌های خیریه خودش رو هم گسترش بده. علاوه بر مستر بیست برگر و فیستیبلز، او با یک گروه هنری به نام مسچیف همکاری کرد و یه بازی موبایلی به نام فینگراند اپ درست کردن که به آخرین کسی که انگشتش رو از روی صفحه برداره $25,000 جایزه میداد. کسب و کارهای مستر بیست همشون با ایده های نوآورانه و تعامل قوی با طرفداران همراه بودن و همین باعث موفقیت مالی بالاشون شد.
تحصیل مستر بیست خیلی فراتر از سرگرمی‌های معمولی یوتیوبه. اون الهام بخش خیلی از سازنده‌های محتوا بوده تا خلاقیت و نوآوری رو دنبال کنن و علاوه بر سرگرمی به کمک به دیگران هم فکر کنن. کارهای خیریه‌ای که اون انجام میده یه استاندارد جدید برای مسئولیت اجتماعی تو دنیای یوتیوب ایجاد کرده و باعث شده خیلی از یوتیوبرها به خیریه و کمک به جامعه روی بیارن. داستان مستر بیست یه نمونه عالی از قدرت رویا پردازی، تلاش و مهربونیه. از شروع فعالیت به عنوان یه نوجوان و تبدیل شدن به پرمخاطرترین فرد یوتیوب، سفر مستر بیست واقعا فوق‌العاده بوده. تعهدش به نیکوکاری، خلاقیت تو محتوا و هوش تجاریش تأثیر بزرگی روی یوتیوب و حتی کل دنیا گذاشته. همچنان که مستر بیست به پخش شادی و امید ادامه میده، مطمئناً میراثش به عنوان یک الگوی نیکوکار و الهام بخش در ذهن میلیون‌ها نفر باقی میمونه. خیلی ممنونم که تا آخر این ویدیو هم همراه ما بودید. ممنون میشم کانال رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و این ویدیو رو برای دوستاتون بفرستید و اگر دوست داشتید نظرتون رو برامون کامنت کنید.